پاچه میگیرم، چرا الکی میگی؟ در حالت پوکر فیس کامل اون ایموجی ها رو میفرستم. مگه بزن اونا. سلام بچه ها، چطورید؟ حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ به یه ویدیو دیگه با الینی خوش اومدید. بچه ها قبل از که بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام اگه آن سابسکرایب نکردید حتما ساب کنید، ویدیومو لایک کنید، یادتون نره برام حتما کامنت بذارید. از بین کامنت ها یه چیز داریم، یه چیز خفن که توی اینستاگرام اعلام میکنم. بریم سراغ ویدیو. البته یادم رفت بگم امروز یه مهمون ویژه داریم. هانی سلام. هانی چطوری؟ سلام، چطور موتورین؟ خوب هستین؟ بچه‌ها خوبن؟ هانی امروز ویدیومون فانه، یعنی فقط می‌خوایم چیز فان داشته باشیم. فقط اومدیم بخندیم. مرض. بچه‌ها یه ویدیوی خیلی فانه، قرار نیست کار خاصی انجام بدیم، هیچ مجازاتی هم در کار نیست. یه سری ویدیو خنده‌دار هست، با هم دیگه نگاه می‌کنیم می‌خندیم. That's it. خدا خب رو شکر. بریم اولین ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. من شکست خوردم، من خوابیدم و هیچ کدوم از کارامو انجام ندادم. حالا باید بشینم کلی برنامه ریزی کنم که واسه هر کدومشون چه دروغی بگم که توجیه بشه. من عاشق عزیز محمدیم، یعنی این بشر عشقه. یعنی یه تایمی من هر روز فقط منتظر بودم استوری بذاره، برم استوریشو ببینم، ذوق کنم، عشق کنم، اصلا نگم براتون. خیلی دوستش دارم. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی. خیلی خفنه. خیلی باش حال می‌کنم. ولی خدا وکیلی راستی ها، منم میگیرم میخوابم و جواب نمیدم، بعد مثلا میگم که تکست میدم که آره من پای کار بودم، وسط کار بودم، اصلا نمیتونستم دست به گوشیم بزنم. دروغ سگه. اینو راست نه میگه، نه. همیشه همینه. هانی همیشه خوابه. یه کوالای واقعیه. میگه وقتی ازم میپرسن هنرت چیه؟ خوشبختانه باید تشکر کنم از خداوند منان که تمام هنرها رو به من داده، ولی چه فایده که نمیشه بعضی هنرها رو کرد. جان این دقیقاً میخواد کدوم هنر رو کنه که نمیتونه؟ چه هنری؟ کدام هنر؟ باحال بود. ولی کلا اسم این بازیگره رو یادم نمیاد. من خیلی دوستش دارم، خیلی خود واقعیشه، عصبی همیشه مثل من. آره مثل تو پاچه گیره. هاپ هاپ هاپ. مرض بیشور. من کجا پاچه میگیرم؟ چرا الکی میگی؟ من یادم نیست. الان همه پاچه های من پاره است. همه پاچه های من پاره است. هیچ کس نیست بیاد پاچه های منو ببینه. آره پیشی در قاب گل. سگ. هاپ هاپ هاپ. زر نزن. میریم سراغ ویدیو بعدی. نوشته که اگه نفهمیدید چی شد یه بار دیگه نگاش کنی، اگه فهمیدید 4-5 بار دیگه نگاش کن. وای فهمیدی چی شد؟ اونایی که توش بودن داشتن اینجوری میگن. دیدی یه بار دیگه ببینیمش. دقت کن. خیلی خوبه. اصلا رفیق پایه داشتن یعنی زندگیت رواله. اینو خیلی دوست داشتم. یه که شکمم وسط امتحان. راست میگه. تو سکوت سالن حالا همه تو اوج جواب دادن و تمرکز روی سوالات جواب و یه شکمت صدا. خیلی خوب. بس فکر کن بین یه چند تا خرخونم نشستی، همه تو اوج دارن مینویسن، بعد تو داری فکر میکنی که این اصلا سوال وجود داشته، وجود خارجش تو کتاب یا نه. بعد اینجوری کلا آبروت میره. میگه که اگر ایموجی صدا داشتن این صداشون بود. خیلی باحال بود. ولی یه واقعیت، یه فکتی که وجود داره در مورد این ایموجی ها اینه که ما در حالت پوکر فیس کامل اون ایموجی ها رو میفرستیم. یعنی آره فیسیم و ایموجی های میفرستیم. ببین خیلی خوب. نبین وای شدم نبین.
چی شد؟ فهمیدی چی شد؟ نه. این قسمت مبارکشون روی این چیزه بود، همین داشت میومد پایین و میگو وای چی شده؟ این چرا داره میاد پایین؟ آره دیگه این ممشه. شت تو نفهمیدم. الان دقیقا رو استاپ کردی. حواسم نبود. خیلی مسخره بود. بچه شما فهمیدین؟ من واقعا اینو نفهمیدم، ولی اگه فهمیدین تو کامنت ها بنویسید. مثل من اسکل پلشتی؟ اسکل پلشتی؟ آره خودم زدم به نفهمیدن. آره چی میگی؟ میگم اسم صاحبت چیه؟ آرش. کی رامزگی اون بارش؟ اسم صاحب خودت چیه؟ شایان. کی چه ربطی داشت هرومی؟ وای خیلی خوب بود. اصلا بعضی از این ترجمه که آرش ترجمه که نیست، چی بهش میگن؟ صدا گذاریه. صدا گذاری ها خیلی خفنن. دمش گرم. چه مغز بالی. خیلی خوب بود. داره امیر بیا. یار اسکل اونجاست. آره اسکلی. عجب اسکلی. آره سلام اسکل. عجب اسکلی هستی تو. هما بود. اسکل خودت. این چه ویدیویی بود؟ یه داره به تو میگه اسکل. سلام اسکل. چطوری اسکل؟ بعدی بچه ها این هانی است. نه خیرم. هانی از ساعت 6 صبح. I am تکذیب. تکذیب چی داری میگی؟ بچه هانی از 6 صبح آلارمش زنگ میخوره تا دقیقا مثلا 12 ظهر، بعد ساعت 2 بیدار میشه. بعد ما خیلی من میخواهم گوشیم از کار نیفته. حرف نزن. ساعتایی که خوابی هم گوشید فعالیت داشته باشه، نه زر مفت نزن. آره. ما بعض وقتا پیش هم دیگه میخوابیم، بعد جالبش اینه که اون بیدار میشه و من میگه گوشیتو خاموش کن، من بیدار میشم من میگم آره گوشیتو خاموش کن. کلا اسکل و شنقال هستی. شنقال. آره دیگه گفتم این خیلی ما بود، این قشنگ مود ما بود. شاید قلبتو تو دستشون گرفته باشن، فشار داده باشن، شاید هم خاطرات باشون ساخته باشی، ولی دست بذار رو زانوات بلند شد. الله اکبر. این همه جلو. آجی کجاش جالبه. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. این همه باد. واقعا این همه خوب بود. باد. خیلی باش حال کردم. خیلی جواب بود. Vurdu bine dibine dibi 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 eğlencenin. Sen dibine dibine dibi 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 eğlencenin. Bin dibine dibine dibi 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 وای یعنی با زور میخوام ببرتش بالا. بی برو بالا. حالا اینم رفت تو کونت رفت. برو بالا. آره دیگه اینم بعد تو خودش هم نوشته برای پیشرفت هر کمکی از دستم برمیمد انجام دادیم کمکاشون. خیلی خوب بود. خیلی دوستش داشتم. Hey, no, no, get back, get back. داره به زبان بعی میگه برو عقب. برو عقب. هالی شت این چرا آخه اصلا میفهمم. خیلی خوب بود. خیلی فان بود. خب بچه ها ویدیوی امروز تموم شد. امیدوارم که همونجوری که من خیلی خندیدم شما خندیده باشید. بازم میگم اگه منو سابسکرایب نکردید هنوز، برای حمایت از من حتما منو سابسکرایب کنید. ویدیو اگه دوست داشتید لایک کنید و اگه دوست داشتید دوباره از این ویدیوهای اینجوری هرچند فانتر بذارم برام توی کامنت ها بنویسید. خیلی دوستتون دارم. مراقب زیباییتون باشید. هانی حرفی نداری؟ بازم بیایم به پیجمون سر بزنی. مگه بزن اونا چی داری؟ اون برای
داشتن اینجوری بازم بیان. خیلی بیشوری. نه مخاطبای من عشقن. دوستتون دارم. باشه. مراقب زیباییتون باشه. یادتون نره ساب کنید. منو همین الان ساب کنید. اینستاگرامم هم میاد. حتما فالو کنید. بای بای.